سلام خدمت شما دوستان. امروز در خدمت شما با غیر فعالسازی آنتی ویروس ویندوز 10. خیلی از شما دوستان احتمالا به مشکل خوردین، مثلا برنامه داشتین که آنتی ویروس برنامه داشتین که کرک شده بوده و آنتی ویروس کرکش پاک کرده یا چیزهای مختلف. امروز میخوایم کلا آنتی ویروس رو برای همیشه غیر فعالش کنیم. شما یعنی هر بار با خاموش روشن کردن ویندوز یا همون سیستمتون آنتی ویروس دیگه غیر فعال میمونه، روشن دیگه نمیشه. برای غیر فعالش هم به این برنامه نیاز داریم. این برنامه رو یا از طریق گوگل دانلود کنید یا هم که تو تلگرام بهم پیام بدین که براتون ارسال بشه. خب ابتدا این برنامه بلوکینگ رو باز میکنیم، اینتر رو میزنیم که دسترسیمون از اینترنت قطع بشه. برنامه همچنان باز باشه و این میزنیم بره پایین و این برنامه دوم ویندوز 10 رو باز میکنیم. yes. اینجا گزینه 8 Disable Windows Defender Antivirus رو انتخاب میکنیم. گزینه 8 عدد 8 رو وارد میکنم روی کیبورد و اینتر میزنیم. اینجا بازم اینتر میزنیم. خب اینجا روی کیبورد گزینه وای رو انتخاب میکنیم. yes به معنی yes و no رو گفته، ما yes انتخاب میکنیم و میخوام آنتیویروس غیر فعال بشه. دوباره اینتر و تمام. خب برنامه ها رو میبندیم جفتش رو، دیگه نیازی نیست باز باشه و بریم نگاه کنیم ببینیم که آنتی ویروس غیر فعال شده یا نه. اینجا توی سرچ ویندوز اینجا ویندوز سکیوریتی رو جستجو میکنید و اینجا گزینه دوم ببینید کلا آنتی ویروس قطع شده، دسترسی دیگه نداره. شما الان آزادین که هر کاری انجام بدید، هر برنامه کرک شده رو میتونید نصب کنید برای دیگه پاک نمیشه و با هر بار خاموش روشن کردن هم آنتی ویروس دیگه غیر فعال میمونه، دیگه فعال نمیشه. دوستان ما یه نکته دیگه که هست باید بهش دقت کنیم اینه که با غیر فعالسازی آنتی ویروس ویندوزمون خیلی آسیب پذیر میشه. مثلا فلشی وصل میکنیم، موبایل چیزی وصل میکنیم، امکانش هست ویروس بگیره و مجبور بشیم آنتی ویروس ویندوز عوض کنیم که این ویروس از بین بره. پس به این نکته خیلی دقت کنید.